دوستان آمدیم به ولایت زیبای بدخشان، قسمی که گفته بودم که از آب و هوای پاکش، از مردم با صفایش، از لال مرجانش، از طلا و زمردش. دوستان شما ببینید که اینی منطقه را که شما ببینید یا اینی کلش طلا است دیگه، اینی رقم به دست میاد و از طبیعت زیبایی که داره برای شما برنامه تهیه میکنیم. امیدوار هستم که حمایت بکنید و بیننده باشین تا همونطوری ویدیو بیشتر و بهتر براتون تهیه بکنم و لذت ببرید. تشکر.